این ویدیو. خب بچه باید لایکاتون تا 20 تا باید تا 150 تا برسید تا این بازی ترسناک رو نصب کنم. پسر خالم نصب کرده، انقدر قشنگ بود بازیش و من میخوام امتحانش کنم. بچه خدایی تا آخر برسونین لایکاتونو. بچه میبینید الان اینکه مثلا اینکه دوربین خب مثلا بعد این چراغ قوه داره، دوربین داره، مشعل داره، همه چی داره. میتونین هم خانوادگی با این دوربین عکس بگیرین، هم مثلا با هم دیگه بازی وصل بشین، با هم دیگه مثلا با پسر داییاتون، پسر خالاتون با هم دیگه وصل بشین یا اونو به شما وصل بشن. حتما بریزیم بعد با هم دیگه عکس بگیریم و هر وقت عکس میگیریم میاد توی گالریتون و میتونید عکساتون رو ببینید. توی این مپه که ما الان داریم صحبت میکنیم در موردش، مثلا توش گوشی داره، میتونید گوشیتون رو در بیاریم ببینید، موتور داره اینا. بچه ما اومدیم همشون رو بسیدون توضیح بدیم. و اینا مثلا یه دونه صندلیه که مثلا هوا خسته، یه جوری صندلی ماشین طوره. مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا روش میشینی با دستاتون میتونی کنترلش کنی. اولین صرافی ارائه اینا واسه چیزه، همینجوری با PS4 اینا میتونی بازی کنید. اسم این اینجا مپ مثل ماینکرافت اسم کلش. حتما بریزین. پیشنهاد میکنم توی بازار هست، مایکت هست، اینا هستن میتونین ببینین. با این بازی واسه کامپیوتر هم هست، میتونین بیارین. بعد بریم توی اسکینا ببینید آیرون گولم داره، همه چی داره، ویلیجر داره. با ما همراه باشید. خب بچه اینم مثلا مثلا اگه بازیتون غیر جونیه قلبی، بعد خود ماینکرافت بهتون یه دونه کاتانه میده و 100 تا هم
اینم 100 تا 100,000 تا اینا زامبی کنار دارن و با کاتانه هرچی دوست داشتیم بزنیم. به هر وقت بزنیم میریم توی مرحله دوم. توی مرحله دوم اسکلتون داره، مثلا چیز داره، مثلا میتونی این بازی هم این مپ هم با هم دیگه وصلی بازی کنی. آره اینا هم خنجراشه، این یکی، این دوتا، این سه تا. این کاتانا چقدر بزرگه. به هر وقتم توی این مپ میریم بازی کنین یه چیز باحالی میاد. بچه‌ها با ما همراه. خب بچه‌ها اومدیم توی بازی اسکوید گیم. بازی اسکوید گیم هم مثلا میشه چیز کنیم. خب بچه‌ها اومدیم وارد یه مپ دیگه. بچه مپ اسکوید گیم هم باحاله. من ریخته بودمش، خیلی قشنگه. هر وقت اون دختره مثلا این سرباز کنارش به شما تیر میزنن میرین بالا و از بالا میفتین پایین میمیرین. اینجا هم مپ صحرایی، فقط باید پول بدی، واسه همشون باید پول بدی. من الان 180 تومن پول دارم اگه دقت کنیم. بالاش نوشته وارد ویژه، من اونجا پول دارم. اینجا زغال داره، همه چی داره اینجا. بعد زندان ماینکرافتی هم داره اینجا که مثلا اون مردا میگن مثلا طلا فروش سرکوچمون گفته بود بیاین اینجا مثلا این زندان رو رد کنی بدون مثلا 1,000,000 طلا میدن. آره خب بچه میریم وارد مود. این مودها رو سخته آوردنش، تو ماینکرافت اسلحه داره. بچه تا اگه ویدیو تا بالای 50 برسن میام باز از همین ویدیو میذارم. بچه تا یه ویدیو دیگه بدرود.